درود دوستان، مستر جانی هستم. دوباره براتون یه ویدیو خیلی خفن دارم. بچه من گفتم که 40 سالگیم برای خودم یه دونه کادو گرفتم برای تولد خودم. همین چند روز پیش بود، 19 اردیبهشت یا 9 می 1985. یه دونه ماشین برای خودم خریدم، یه پونتیاک 2007 که تو ویدیو بهتون نشون میدم. قراره با دانیال ماشین رو رپ کنیم امروز. یو قبل از اینکه بریم رپ کنیم من واسه دانیال یه تتو زدم. بریم تتوش هم ببینیم. اوف ماشین رو بردیم تو پارکینگ. حالا من دانیال شروع کنم تمیز کردنش و یواش یواش قبلش رو شروع کنیم و ببینیم چی میشه. ما رفت از جلو شروع میکنیم به خاطر لوگوی پونتیاکی که جلو داره. Just wanna down me on the way to the top, can't reach, can't find me. Better chill with them looks, AK over here on the beat. چقدر ماشینم خسیفه. ناخونگیر دارم. گوشه ناخونام نمیدونم چرا بر میچونه. Coming for your neck, gotta kill one just to keep them other ones in check. So many people wanna down me on the way to the top, can't reach, can't find me. Nah, I'll be on the G5, rocking some knee highs, some bad bitches. Bye. خب بریم لاینای جلو رو بزنیم دوتا لاین. این دیزاینش رو خودم دادم، حالا آخر سر میبینید خیلی خوشگل میشه به نظرم. قراره یه ماشین فوق‌العاده ازش بسازم. خب بچه‌ها ببینید دانی داره لاینای وسط کار رو میندازه به این صورت. خب بچه‌ها یکم مدل جلوش رو عوض کردم، لایناشو دوتا لاین توسی هم گذاشتم، به نظرم خیلی خفن تر شد. ببینیم برای بقیه داستان دوباره پشتش هم بزنیم و بعد بیام یه خورده رو بغلا و یه جاهای دیگه هم کار داریم، اونا رو هم انجام بدیم. خب بچه ها سحرم اومد به جمع ما اضافه شد، هیچ کمکی نکرد ولی خب اضافه شد. این جلوی ماشین فعلا اومده ماشین خوش تمیز میکنه. موهاشم مدل 50 سنت درست کرده. اما 60 سنت 70. اینم از دانیال، چه سخت تلاش میکنه. اینم پشت ماشین خیلی اذیت کرد به خاطر اینکه هی باید تیکه تیکه میذاریمش بیاریم پایین، ولی دیگه فعلا داریم لایناشو میزنیم، بقیه کاراشو میذاریم یه روز دیگه ادامه فیلم برداری. خب بچه ها این قسمت رپ ماشین تموم شد. ببینید بالای چراغا رو رپ مات کردیم وسط ماشین. حالا رینگا قرار رنگ بشه، اون قسمت تاج ماشین قرار مشکی شه. آینه ها رو اگر بتونیم مشکی میکنیم. چراغای عقب قرار مات مشکی شه و اینم از رخ عقب خیلی خوشگل شد. خب دانیال دمت گرم. بریم تا جلسه بعد احتمالاً چند روز دیگه که بقیه چراغا و بقیه کاراشو انجام بدیم، آخر سر ببینیم ماشین چه شکلی میشه. دمت گرم، مرسی. فعلا. Several days later. خب بچه ها ما قراره که ریمزار هم مشکی کنیم. یکی از دوستانمون اومده اینجا که این ریمزار هم برامون رنگ کنه، تا حالا ویدیوشو براتون میذارم دیگه. خب بچه ها ما داریم ریمزار رو آل بلک میکنیم. فعلا پرایم زده زیرش و داره یواش یواش رنگش میکنه. خب بچه ها ما
ریمزارم مشکی کردیم یا حالا رینگامون رو مشکی کردیم هم که شما هم در جریان باشین و ببینید. این هفته قراره یه مافلر خفن روش بندازیم، یه کم تغییرات دیگه بهش بدیم، یه خورده رپاشو بیشتر کنیم و چراغاشو مشکی کنیم. به نظرم ریمزای مشکی خیلی خفن‌تر و باحال‌تر شد. خب و پلیتمون هم این هفته میاد به اسم مستر جانی، حالا هنوز نیومده. اینا رو همه رو واسهتون فیلم میگیرم. بچه‌ها سلام، مخلصیم، خوبین؟ ما اومدیم دوباره بقیه رپ رو انجام بدیم با دانیال. دیگه یه دو سه تا چیز دیگه مونده، چراغا رو بزنیم و یکم خورده کاری و دیگه ماشین تمومه. جمعه قرار مافلرش رو مافلرش هم نشستیم بدم. این مافلره هم گرفتم، صدای خیلی خفنی داره، اسمش چری بومبه، چری بومب رسپک، صدای خیلی خفنی داره. اینو قراره بندازم زیرش، برای فکر میکنم جمعه بدم به آرمان رفیقم، یک شنبه بهم تحویل بده، بعد یک شنبه دیگه ویدیو رو کامل درست میکنم براتون میذارم. از کارهای استاد روی بدن دانیال در حال کار کردن. بذار من اینو بگیرم. چرا خفن شده. نور هست؟ ها؟ نور خواه؟ اصلا خیلی خفنه. کار شما کار شما خفنه. کار ما رو میشه بگیری؟ بله من دارم کار شما رو هم میگیرم. بچه توی پارکینگ اومدن به ما گیر دادن که نباید از برق استفاده کنید. ببین فکر کن چقدر مسخره است، اینجا تو خیابون کاری باهات ندارن، ما اومدیم برق سالن خودمون رو کشیدیم داریم کار میکنیم، تو پارکینگ اومدن گیر دادن چرا دارین از برق استفاده میکنید، باید برید جای دیگه. یعنی جایی که داریم پول میدیم اومدن گفتن کار نکنید، تو خیابون کاری با همون ندارن، هیچکی هم نمیاد گیر بده. خیلی این کشور یه سری چیزای مسخره داره واقعا. و ما چراغا رو رپ کردیم، داریم میریم سراغ چراغای جلو. سالنمون هم اونجاست، لیلا بیوتی، من اونجا تتو انجام میدم. حالا باز اتمام کار براتون ویدیو میذارم. خب دوستان ماشین رو تو کردم ببرن، یه مشکل برقی داشت انجام بده، مافلرش هم وصل شه دیگه، آماده میشه و مودیفای و ازش رونمایی میکنیم که ببینید چی شده. ماشین آماده شده، گفتم که براتون یه ویدیو از آماده شدن و صداش و این چیزا بگیرم ببینید. خب بچه ها این یه پونتیاک 2007 سولتیسه که من رپش کردم، رینگاش از نقره‌ای مشکی کردم، بالای شیشه رو مشکی کردم، کلیپرها رو گذاشتم قرمز بمونه و اینم از پشتش که چراغا رو مات کردم، دوباره رپ، یه مافلر خیلی خوش صدا انداختم با اینکه 4 سیلندر ولی توربو شارژه. اینم داخل ماشین اتومات، البته اینا دنده‌ایاش بیشتر ارزش داره ولی خب چون حوصله دیگه دنده‌ای نداریم اتومات گرفتیم. اینم صندلی‌های ریس که آرم خود جی ایکس پی پونتیاک روشه. بریم یه استارت بزنیم ببینیم صدای موتور چطوری شده. خب
امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینجا ونکووره، وست ونکوور و منم مستر جانی. خب بچه این آخر ویدیو رو گفتم ببینید که یه کارشو اینجا توی وست ونکووره که گفتم از ماشیناش یه ویدیو براتون بگیرم حالش رو ببرید. Like the lowest mode is just you should see the other people. خودم که عاشق اینم. یه این برم ببینیم. بقیهشون هنوز نیومدن، تازه شروع شده. سعی میکنم که دوباره بیام براتون یه ویدیوی باحال بگیرم از ماشین. هنوز نیومدم. برم یه چند تا تتو دارم، تتوامو بزنم برگردم اینجا یه ویدیوی باحال براتون بگیرم. خودمونو بریم سر کار.